آقا چجوری برای موتورمون کنتاکتور انتخاب بکنیم؟ خیلی راحت. آقا جریان نامی موتور و توانش رو اول از روی خود پلاگ میخونی. بچه نگاه کنید این موتور الان نزدیک 3.7 آمپر جریان میکشه و توانش هم 1.5 کیلوواته. بسته به نوع، کیفیت و برند کنتاکتور به صورت کاملا تجربی، یعنی جایی ثابت شده نیست، کاملا تجربیه. 2 الی 3 برابر بستگی به نوع برند. مثلا برای کنتاکتور مثل LS و هیوندا شما 2 برابر در نظر بگیرید و برای برندهای ضعیف نزدیک 3 برابر شما بزرگتر کنتاکتور انتخاب بکنید. انتخاب کنترل بارم نگاه کنید، شما باید بیاید ببینید جریان نامی موتور چقدره، مثلا نزدیک 4 آمپره. شما باید بیاین کنترل باری انتخاب بکنید که توش عدد 4 باشه و تقریبا روی همون محدوده 4 تنظیمش میکنید که اگر بیشتر از این جریان شد کنترل بار قطع بکنه و نذاره موتور جریان بکشه.